مرحوم آقا میگن شما خیال میکنید این امامتی که برای امیرالمؤمنین در روز قدیر حاصل شد این جشن و عروسی بود برای امیرالمؤمنین، این تاج افتخار بود برای علی، این عروسیش بود، این شادیش بود. اول بدبختی و مصیبتش از روز قدیر شروع شد. در روز قدیر ما الان آمدیم در اینجا جشن کردیم و فرض کنی که چراغ میزنیم و نقل و نمیدونم شیرینی و چایی و فلان و از این چیزها میخوریم و خوشحالیم که امیرالمومنین به ولایت رسید. از اون روز ولایت نسب ولایت امیرالمؤمنین تازه پرونده امتحانات امیرالمؤمنین باز شد. صفحه اول سقیفه بنی ساعده ایداد بیداد. اگه من و شما بودیم این ولایت رو قبول میکردیم؟ صفحه اول سقیفه بنی ساعده. خیلی خوب، این دیگه با ما کاری ندارن دیگه، رفتن دیگه. صفحه دوم رفتن بالای منبر آقا. صفحه سوم آمدن دنبال امیرالمومنین بیا برای بیعت. ای دادم وای شروع شد. خب حالا رفتید و گرفتید و ما هم تو خونه هستیم دیگه، به ما چی کار دارید؟ نه خیر، خیلی هم کار داریم. تو وجودت برای ما مانعه. توی علی همین سکوتت چکش و پتکه. عدم حضورت موجب توجه دیگران